به مادرت احترام میکنی، به همسایت احترام میکنی، به کارانه احترام میکنی. یعنی یک دری بسیار بزرگ است، چیزی که الله سبحانه و تعالی برات اجازه داده و اراده کرده که به او عمل کنیم. حالی میم در این زیر دایره ای خب بسیار واضح شد، چیزی که الله سبحانه ما حلال کرده برو باید به خود نزدیک کنیم، چیزی که حرام است بس خود دور کنیم و در این کامیابی ماست. لیکن این یک جواب بسیار مغلق نیست که یک انسان بره در مدافعت عمل کنه. ما استراتژی نیاز داریم، پلان نیاز داریم که به یک هدف بزرگ برسیم. به این خاطر ما به کسایی میگم، ان شاء کسایی که تلویزیون میبینن، اگر احساس میکنی که میال گم است نمیفهمی چی کنی، باید هدف زندگی داشته باشی. اگر فکر میکنی کارایت فقط مربوط میکنه که مردم از تو چیز میخواین و تقاضای جامعه چیز، باید هدف زندگی داشته باشی. اگر فکر میکنی نمیتونی فیصله کنی و همیشه پشت مردم میگردی که ما اگه اینطوری کنم چطور میشه، اگر اینطوری برم چطور میشه، پیش مشوره میگردیم. از یک نفر نه، از 20 نفر